با عرض سلام. امروز میخواستم خدمتتون طریق عوض کردن آی پی ادرس رو توی ویندوز 7 نشون بدم. وارد منوی استارت میشیم، کنترل پنل، نتورک شیرینگ سنتر و گزینه چنج ادپتر سیتینگز. تمام کارشبکه‌هایی که من دارم، چه به صورت فیزیکی نصب رو کامپیوترم چه به صورت ویرچوال، اینجا داره به من نشون میده. کارت شبکه وایرلس هم انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم و پروپرتیز. توی IP ورژن 4 چون دارم من در حال حاضر از IP ورژن 4 استفاده میکنم و معمولا تقریبا تا این لحظه بیشتر دنیا به جز آمریکا دارن هنوز از IP ورژن 4 استفاده میکنم، IP ورژن 4 انتخاب میکنم، پروپرتیز و IP ادرس هم اینجا عوض میکنم. من در حال تبدیل به 100 میکنم. سابنت ماسک هم همونی هستش که تغییر نمیدم. دیفالت گیتوی هم تغییر نکرده. بقیه ستینگ هم DNS هم تغییر نکرده. اوکی هم میزنم و کلوز. دابل کلیک میکنیم روی کارت شبکه‌مون. داخل دیتیل آی پی ادرس هم عوض شده به شماره 100. اگر اینکه بخواین از طریق داس هم چک بکنین، ران رو باز میکنین، شورتکاتش هستش دکمه ویندوز و آر. گزینه تایپ بکنین cmd و IP config. خب همونطور که میبینین این وایرلس کارت شبکه وایرلس من هستش و آی پی ادرس تغییر کرده به 100. اگر اینکه حالا ما بخوایم اینو به صورت داینامیک بخوایم بذاریم، دوباره همین عمل انجام میدیم. داینامیک به صورتی اینکه خود DHCP که از قبل روی شبکه تنظیم شده به کامپیوتر آی پی ادرس میده و لازم نیست که شما دستی ست بکنیم براش. همین مرحله رو میایم پروپرتیز میگیریم، آی پی ورژن 4 و به صورت اتوماتیک نمیذاریم. اوکی. همونطور که داریم میبینین آی پی ادرس من از 100 که بودش تغییر کرد به 5 و داخل داس هم اگر اینکه بخوایم اینو ببینیم آی پی کانفیگ نشون میده اینجا تغییر کرده به شماره 5. متشکرم به خاطر تماشای این ویدیو. اگر دوست داشتین این ویدیو رو شیر بکنین و سابسکرایب حتما فراموش نشه. ویدیوهای جدید حتما بهتون کمک میکنه که بتونین از دانش کامپیوتر بیشتر اطلاع پیدا بکنین و نیازتون رو برطرف بکنین. تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.